حال از آن روزها چیزی باقی نمانده است جز مشتی خاطرات خیس. پدر من، نازنین من، هرگاه به تو فکر می کنم آرام میشم. دلم می خواهد تا برای تو بنویسم و به دست فرشته ها بسپارم تا برای تو بیاورند جملاتم را و با آمدن سر مزارت میخوانم تو کجا هستی. آیا در آرامگاهت هستی یا در قاب عکسی که هر زمان دلم برای تو تنگ می شود آن را بوسه باران می کنم. پدر من، نازنین من، دوست دارم برای تو بنویسم و با تو صحبت کنم. شاید اندکی از دلتنگی هایم کم شود.